إنا لله و إنا إلیه راجعون. ما از آن الله هستیم و ما به سوی او بازگشت داریم. إنا لله و إنا إلیه راجعون. این تعزیه هست برای هر یک شخصی گرفتار بلای مصیبت. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره می فرماید ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما شما را امتحان میکنیم با اندکی از ترس. به قلب شما ترس میدهیم. این مصیبت است، چون ترس که آمد دیگر از گلوی انسان نه طعام گذرد، نه به چشمش پول و مال و خانه و درش نماید. ما شما را به چیزی از ترس امتحان میکنیم. والجوع، با گرسنگی شما را امتحان میکنیم. روزهای می آید انسان درد گرسنگی میچشد. و شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال، مال شما را کم میکنیم. با بینوایی، با کمبغلی، با بیپولی و بیمالی امتحان میکنیم. والانفس، و با درد و با تلف اعضا یا گرفتن نزدیکانتان با موت و مصیبت شما را امتحان میکنیم. و ثمرات، و با کم شدن حاصل میوه ها. آفت میفرستاند، میوه حاصل نمیدهد. الله تعالی مسلمان را امتحان میکند که آیا به تقدیر نیکی و بدی ایمان دارد یا ندارد. بعد از آن الله سبحانه و تعالی و پیغمبر خود سپارش داد و بشر الصابرین، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوش خبر ده آنهایی که به مصیبت ها صبر میکنند. ای وارثان پیغمبر خوش خبر ده. و بشر الصابرین امر است، فرمان است از جانب الله تعالی که خوش خبر ده شخصی که گرفتاری بلا هست، گرفتاری مصیبت است، آن را باید خوش خبر دهیم، خبری خوش دهیم. الله سبحانه و تعالی در دوامش میگوید که الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که به سرشان مصیبت آمد، با برابر دیدن حالت مصیبت یا شنیدن خبر آن میگویند که انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن الله هستیم و ما به سوی الله تعالی بازگشت داریم. انا لله و انا الیه راجعون میگویند. مکافات ایشان چیست؟ الله تعالی میگوید که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. برای این گونه صبر کننده ها بر مصیبت، برای اینها درود و رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی باد. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، مهربانی از جانب الله تعالی به چنین شخصان. و اولئک هم المهتدون، و اینش ثنا هست از جانب الله تعالی. اولئک هم المهتدون، اینا شخصیت هایی هستند که هدایت یافتند. وقتی که بر سری بنده کدام نوعی بلا، کدام نوعی مصیبت که آمد، اولین سخنی که از زبانش تلفظ می شود الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. حضرت سعید ابن جبیر شاگرد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تابعین
رحمت الله علیه میگویند که لم تعت هذه الكلمه نبیا قبل نبینا، یگان پیغمبر پیش از پیغمبر ما این کلمه ها را داده نشد، یعنی انا لله و انا الیه راجعون را. ولو عرفها یعقوب لما قال یا اسفا علی یوسف، اگر حضرت یعقوب علیه السلام این کلمه را میدانستن هرگز یا اسفا علی یوسف نمیگفتن. یا اسفا علی یوسف یعنی چی؟ ای افسوس به یوسف، افسوس به یوسف. حتی بعضی مفسران که ای غمگینی من به یوسف، وقتی که خبری نابود شدن دویمین پسرشان و سیومین پسرشان را شنیدن، یا اسفه علی یوسف، مصیبت اوله را به خاطر آوردن، مصیبت وزنین تر را. ای غمگینی من به یوسف، ای وای بر من برگم کردنم به یوسف. شما به این کلمه یعقوب نگاه کنید و به دعای مصیبت در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کنید. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن الله هستیم، ما از الله هستیم. معناش چی؟ از این خودش تعزیه هست، خودش تسلی و دیربرداری هست. وقتی که بنده این کلمه رو تلفظ میکند در وقت مصیبت، معنایش رو حس کند. ما از الله هستیم. روزی که به دنیا آمد آن روز رو به خاطر آورد. به چی چیزی به دنیا آمد؟ وقتی که به دنیا تولد شد، یگان مال داشت، یگان چیز داشت، حتی در برس یک عادی ترین لباس نداشت، هیچ چیزی نداشت. و انا الیه راجعون. اما بس الله تعالی بر میگردیم. روزی میرسد که از این دنیا به نزد الله سبحانه و تعالی باز میگردیم، اون روز هم با بیچیز و چاره بر میگردیم. این دو روز را به خاطر بیارد، روز آمدنش به دنیا و روز بازگشتش به سوی الله تعالی. این در این مابین الله تعالی چیز داد گرفت، همه ملک از آن الله تعالی هست. ما یه بنده از بنده های الله تعالی هستیم. ما چیز نداریم غیر اینکه ما یه بنده الله تعالی، بنده عاجز و ناتوان هستیم.